برگی از مجله مد ووگ یا اله نیست. کاتالوگ یک طراح ایرانی است با مانکن‌های ایرانی. این روزها طراحان ایرانی بیشتر از المان‌های ایرانی و طرح‌های سنتی استفاده می‌کنند. اونها سعی دارن در بین مارک‌های معروف جهان جایی برای خودشون باز کنند. پوشش ایرانی‌ها در یک قرن اخیر یکی از مسائل مهم براشون بوده. سال 1314 کشف حجاب و اجباری کردن کلاه پهلوی برای مردان، آزادی پوشش در دوران محمدرضا شاه پهلوی، و انقلاب 57 این بار حجاب اجباری. بچه‌هامون درس خوندن میخوان آزاد باشن. در تمام این سالها طراحان ایرانی بسیاری آمدند و رفتند. اما شاید شهرت هیچ کدام به پای بیژن پاکزاد نرسد. بیژن تنها کسی است که شهرتی جهانی به دست آورد. اما سوال اینجاست که آیا بیژن میتونست با ماندن در ایران باز هم بیژن بشه؟ نفت و قالی و شاید خاویار و این جور صنایع مورد تایید بود و فشن و مد و طراحی چیزی بود که رشته بود که مورد مطلوب به فرمی که من میخواستم در ایران نبود. برای همین برای اینکه وسعت بیشتری در کارم داشته باشم و به این حالتی برسم که الان هستم، مجبور شدم به اروپا کوچ کنم و بعد هم به امریکا. خلاصه داستان همون ضرب المثل مرغ همسایه قاز است. مثلا یک طراحیم و کار چاپو انجام میدیم و یه دانشجو هستیم داریم این کارو انجام، برای ما خیلی سخته. یعنی حمایت نمیشیم؟ دقیقاً حمایت نمیشه. ایرانی هایی که چندین میلیون تومان پول به کیفای تقلبی گوچی و دیور میدن، کمتر حاضر میشن چنین پولی رو به محصول یک طراح ایرانی بدن. با این حال طراحای جوان ایرانی دلسرد نشدند. در چند سال اخیر این طراحان به اصطلاح زیرزمینی رشد چشمگیری داشتند. طراحانی که آروم آروم سعی دارن جای خودشون رو اول در جامعه پیدا کنند. آنها از شبکه‌های اجتماعی و شوهای زیرزمینی برای تبلیغات استفاده می‌کنند و برای خودشون کسب و کار کوچیکی راه انداختند. برای اونهایی که در خارج از ایران هستن کار ساده تره، چون میتونن کارهاشون رو آنلاین برای فروش بگذارن. اما اونهایی که در ایران هستن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. تحریم‌ها در رو به روی این هنرمندان بسته و بازارشون رو محدود به ایران کرده و البته محدودیت‌های داخل هم هست. طراحان داخلی امکان تبلیغ گسترده محصولاتشون رو ندارن. سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش مستانه شد حدیثم. مارکای پوش، کوک، باغچه، طراحانی چون رامیلا، هورا، نازباش و هستی و صدها طراح تازه نفس دیگه همه پا به صحنه گذاشتن و به این امیدن تا پا جای پای بزرگان مد بگذارن و شاید این امکان پذیر نباشد مگر با حمایت مردم. مهتاب کسری، صدای آمریکا. کس که مست گردد خود این بود نشانه